سلام به همگی. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از داغ‌ترین بحث‌های این روزا، هوش مصنوعی. ولی صبر کنید، نه اون هوش مصنوعی که تو فیلم‌ها می‌بینیم و ازش می‌ترسیم. می‌خوایم ببینیم بر اساس یه گزارش خیلی مهم از دانشگاه استنفورد زندگی ما تا سال 2030، یعنی همین چند سال دیگه، قرار واقعاً چشمگیری بشه. آماده اید؟ پس بزن بریم. خب، برنامه‌مون چیه؟ اول از همه می‌خوایم این تصورات عجیب و غریب و سینمایی رو بذاریم کنار و ببینیم هوش مصنوعی واقعاً یعنی چی. بعد یه سفر کوتاه می‌کنیم به سال 2030 تا ببینیم چه تأثیری روی زندگی روزمره‌مون میذاره. البته چالش‌هاش رو هم بررسی می‌کنیم و مهمتر از همه می‌بینیم که چطور می‌تونیم خودمون این آینده رو شکل بدیم. خب بریم سراغ بخش اول. میخوایم ببینیم این تصویری که هالیوود و داستانهای علمی تخیلی از هوش مصنوعی تو ذهن ما ساختن چقدر با واقعیت فرق داره. همون تصویر معمولاً ترسناک از ربات‌های شورشی. ببینید خود گزارش استنفورد خیلی رک و پوسته کنده میگه این تصاویر ترسناکی که تو فیلم‌ها و رمان‌ها می‌بینیم همشون تخیلی هستن. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تو ذهن ماست بیشتر مال سینماست تا دنیای واقعی. گزارش تأکید میکنه که واقعیت هوش مصنوعی خیلی کاربردی‌تره و راستش خیلی هم کمتر دراماتیکه. این تضاد رو ببینید، فوق‌العاده است. یه طرف قضیه هوش مصنوعی توی فیلم است. ربات‌های خودآگاه فوق هوشمند که معمولاً هم میخوان نسل بشر رو منقرض کنن. اما اون طرف واقعیت هوش مصنوعی چیه؟ ابزارهای خیلی خاص که کمک میکنن رانندگیمون امن‌تر بشه، تو تشخیصهای پزشکی به دکترها کمک میکنن و کلاً زندگی ما رو بهتر میکنن. قرار نیست جای ما رو بگیرن، قراره بهمون کمک کنن. خب، حالا که یکم از دنیای فانتزی فاصله گرفتیم، وقتشه بریم سراغ یه سوال خیلی اساسی. وقتی یه متخصص میگه هوش مصنوعی، دقیقاً منظورش چیه؟ بیای تعریفش رو با هم بفهمیم. آره، هوش مصنوعی واقعاً یعنی چی؟ این سوال دقیقاً مرکز تمام این بحث هاست. بریم ببینیم گزارش استنفورد چطور به این سوال جواب میده. این تعریف از نیلز نیلسون خیلی جالبه. میگه هوش مصنوعی یعنی فعالیتی که ماشین‌ها رو هوشمند میکنه. نکته کلیدیش اینه: هوش یه چیز صفر و یکی نیست که یا داشته باشی یا نداشته باشی. یه طیفه. از یه ماشین حساب ساده گرفته تا مغز پیچیده انسان، همشون یه جورایی هوشمند هستن. هوش مصنوعی هم همینطوره. فقط مقیاس و کاراییش فرق میکنه. و اینجاست که یه پدیده خیلی بامزه اتفاق میفته که بهش میگن اثر هوش مصنوعی. داستان چیه؟ اینه که هر وقت یه تکنولوژی هوش مصنوعی اونقدر عادی میشه که همه جا هست، ما دیگه بهش نمیگیم هوش مصنوعی. مثلا همین مسیریاب‌های روی گوشی. یادتونه اولین بار چقدر عجیب بود؟ الان دیگه یه چیز کاملا معمولیه. انگار هرچی هوش مصنوعی موفق‌تر میشه، ما هم سطح انتظارمون رو ازش بالاتر میبریم. جالبه نه؟ خیلی خب، تئوری بس دیگه. بریم ببینیم این تکنولوژی‌ها تو آینده خیلی نزدیک، یعنی تا سال 2030، قراره چه تأثیر واقعی و ملموسی روی زندگی هممون بذارن. داریم در مورد یه شهر معمولی حرف میزنیم، یه چیزی شبیه به جایی که خودمون توش زندگی میکنیم. البته گزارش حوزه‌های زیادی رو بررسی کرده، ولی ما برای اینکه بحثمون خیلی ملموس بشه، روی 2 تا از مهمتریناش تمرکز میکنیم: حمل و نقل و بهداشت و درمان. 2 حوزه‌ای که شک نکنید زندگی هممون رو تحت تأثیر قرار میده. گزارش نکته خیلی مهم رو میگه. این که حمل و نقل خودران به زودی یه چیز عادی میشه و درک ما از هوش مصنوعی رو کاملا شکل میده. چرا؟ چون احتمالاً این اولین باریه که ما به معنای واقعی کلمه جونمون رو دست یه هوش مصنوعی میسپاریم. برای همین تجربه ما با این ماشین‌ها دیدگاه کلیمون رو نسبت به هوش مصنوعی شکل میده. واقعاً یه آزمون بزرگ برای اعتماده. و حالا اثرات دومینووارش رو ببینید. ماشین‌های خودران فقط یه روش جدید برای رانندگی نیستن. اینا قراره کل سبک زندگی ما رو عوض کنن. فکرشو بکنید. مردم ممکنه دیگه ماشین شخصی نخرن یا خیلی دورتر از محل کارشون زندگی کنن. زمانی که توی ترافیک هدر میرفت، حالا میشه وقت کار کردن، فیلم دیدن یا استراحت. حتی شکل شهرامون هم عوض میشه وقتی دیگه به این همه پارکینگ احتیاج نداشته باشیم. خب، بریم سراغ حوزه سلامت. پتانسیل اینجا واقعا سرسام‌آوره، اما گزارش یه اگر خیلی بزرگ وسط میذاره. میگه این کاربردها میتونن زندگی میلیون‌ها نفر رو بهتر کنن اگر بتونن اعتماد دکترها، پرستارها و خود بیمارها رو جلب کنن. این کلمه اعتماد همه چیزه. بدون اون بهترین تکنولوژی‌ها هم بیفایده میمونن. فقط یه لحظه تصور کنید. هوش مصنوعی تو حوزه سلامت یعنی چی؟
یعنی تشخیص‌های خیلی شخصی سازی شده تر با تحلیل پرونده‌های الکترونیکی، یعنی سیستم‌هایی که میتونن میلیون‌ها مورد مشابه شما رو تحلیل کنن و بهترین راه درمان رو پیشنهاد بدن. یعنی ساعت‌های هوشمندی که وضعیت سلامت ما رو لحظه به لحظه چک می‌کنن، یا حتی ربات‌هایی که تو جراحی‌های حساس کمک می‌کنن و توی مراقبت از سالمندان به ما یاری میرسونن. اینا دیگه علمی تخیلی نیست. اما خب همونطور که انتظار میره این همه پیشرفت فوق‌العاده یه سری سوالای خیلی بزرگ و جدی هم با خودش میاره. اینجا دیگه بحث فقط تکنولوژی نیست، وارد مسائل پیچیده اجتماعی و اخلاقی میشیم. سوالایی که باید به عنوان یه جامعه براشون جواب پیدا کنیم. و این چالش‌ها چی هستن؟ خب مثلا بحث بازار کار پیش میاد. آیا هوش مصنوعی شغل‌ها رو از بین میبره یا فقط ماهیت کارها رو تغییر میده؟ چطور مطمئن بشیم الگوریتم‌ها عادلانه عمل میکنن و تبعیض قائل نمیشن؟ با این همه داده‌ای که جمع‌آوری میشه، تکلیف حریم خصوصی ما چی میشه؟ و شاید مهمترین سوال، اگه یه سیستم هوشمند اشتباه کنه، کی مسئولیتش رو به عهده میگیره؟ دقیقاً همین سوال آخر خیلی چیزها رو روشن میکنه. فکر کنید یه ماشین خودران تصادف میکنه. مقصر کیه؟ برنامه‌نویس، شرکت سازنده، صاحب ماشین یا شاید خود هوش مصنوعی؟ قوانین امروزی ما واقعاً جوابی برای این سوالا ندارن و این یه مشکل بزرگه. و اینجاست که گزارش یه هشدار خیلی جدی میده. میگه اگه درک درستی از هوش مصنوعی نداشته باشیم، ممکنه مخالفت‌ها باهاش زیاد بشه و اگه از روی ترس قوانین خیلی دست و پاگیر بذاریم، ممکنه جلوی کلی پیشرفت مفید رو بگیریم. پیدا کردن این تعادل بین امنیت و نوآوری بزرگترین چالش دولت‌ها تو دهه آینده است. خب همه اینها ما رو میرسونه به بخش آخر و به نظر من مهمترین بخش. آینده هوش مصنوعی یه چیزی نیست که از آسمون نازل بشه. یه سرنوشت از پیش تعیین شده نیست. آینده‌ای هست که ما با انتخاب هامون میسازیمش. این یه پیام خیلی قدرتمنده، نه؟ یعنی ما فقط تماشاچی نیستیم که ببینیم چی میشه. نه، ما خودمون بازیگریم. ما میتونیم و باید تصمیم بگیریم که این تکنولوژی‌های قدرتمند چطور وارد جامعه بشن و چطور ازشون به بهترین شکل استفاده کنیم. پس راه حل چیه؟ گزارش چند تا راهکار خیلی عملی پیشنهاد میده. اول اینکه باید متخصصای هوش مصنوعی توی دولت‌ها بیشتر بشن. دوم، باید کلی پول و انرژی صرف تحقیق در مورد مسائلی مثل عدالت، امنیت و حریم خصوصی بشه. سوم، باید یه گفتگوی عمومی و آگاهانه راه بیفته تا همه در موردش بدونن. و چهارم و از همه مهمتر، باید مطمئن شیم که فایده‌های این تکنولوژی به همه برسه، نه فقط به یه عده خاص. و این بررسی رو با همین سوال آخر تمام می‌کنیم. سوالی که شاید بزرگترین چالش نسل ماست. چطور میتونیم مطمئن بشیم که منافع هوش مصنوعی بین همه تقسیم میشه و فقط تو دست یه عده پولدار و خوششانس جمع نمیشه؟ چطور کاری کنیم که این تکنولوژی نابرابری‌ها رو کمتر کنه نه بیشتر؟ جوابی که ما به این سوال میدیم آینده دنیایی رو که برای نسل بعد به جا میذاریم مشخص میکنه.